چطورید بچه‌ها؟ امروز با یک آموزش مهم که میدونم همتون بهش نیاز دارید اینجاییم. نقد کردن بازی اسپینر. اصلا اسپینر چی هست؟ امروز میخوایم 0 تا 100 در مورد اسپینر با هم دیگه حرف بزنیم و اینکه چطوری از توش بتونیم پول در بیاریم و نقدش کنیم. من جواد اصغری‌ام و قرار از این به بعد بیشتر در مورد ایردراپ‌ها با هم دیگه صحبت کنیم از داخل کانال یوتیوب. پس یادت نره حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشی تا خبرها و اخبار مهم ایردراپ‌ها و نحوه نقد کردنشون رو با هم دیگه انجام بدیم و بریم جلو ببینیم چی میشه. پس تا آخر ویدیو با من باش. حتما میدونید بازی‌های زیادی الان بر بستر تلگرام اومده که ما میتونیم به هر حال بازی کنیم. بعضیش کلیکیه، بعضیش حالا تسک ها و بالاخره وظایفی که به ما میده رو باید انجامش بدیم و حالا بهمون امتیاز میده، سکه میده، حالا هرچی. خب اسپینر یکی از اون بازی‌هایی که از همون اول که اومد ما میتونستیم روش حساب باز کنیم. اصلا اسپینر چی هست؟ بریم یه سر بزنیم تو گوشی، بهتون بگم، محیطش رو نشون بدم، بعد بریم سراغ کار اصلی، یعنی نقد کردنش. خب دوستان، وارد ربات اسپینر که بخوایم بشیم، شکل و شمالش رو میبینید. یک آیکون سبز رنگ که یک اسپینر هم داخلش هست. وقتی وارد بازی بشید از طریق لینک دعوت، خب منتظر میشیم تا بیاد بالا. با یک همچین محیطی روبرو میشیم. یک اسپینر هست بچه ها. این پایین 5 تا سربرگ میبینیم. این وسطی که اصلی کاری هست یک اسپینر بزرگ رو میبینید که ما باید روش بزنیم. این میچرخه و این بالا به ما به هر حال میگه که چند دور چرخوندیم اسپینرمون رو. اینجا لول 20 نوشته. اینجا میبینید شما هر چقدر که بازی کنید، حالا با توجه به این امتیازی که از چرخوندن به دست آوردید، لولتون میاد بالا و از لول 12 به بعد شما میتونید اسپینرتون رو بفروشید بچه ها. بعد این پایین سمت چپ اولی گزینه ولت هست که از اینجا میتونید به هر حال از بالا سمت راست به کیف پول تون کیپر میتونید متصلش کنید. سربرگ دوم بخش رفرال هست یا تعداد کسایی که شما عضوش کردید. بابت هر عضوی که شما بیارید واردش کنید، میبینید که به هر حال یک سری بونس میده و بهتون هدیه میده. سربرگ بعدی که شف هست، سربرگ خیلی مهمیه بچه ها. این بالا میبینید که 2 تا سربرگ داریم. یک سربرگ هست اسمش اسپینر، یکی دیگه هست باکسز که داخل اون به صورت روزانه حالا یک سری هدیه بهتون میده، از اضافه کردن جونتون تا اضافه کردن سرعت بازی که میتونید هر روز برید بهش سر بزنید و جایزتون رو دریافتش کنید. بعد سربرگ آخر هم سربرگ تسک هست که طبق معمول هر ایردراپی یک سری وظایف رو بهتون میده و با توجه به اون میتونید بالاخره امتیاز بیشتری کسب کنید. خب این از محیط کلی اسپینر ما هست بچه ها که چیز خاصی هم نداره و خیلی هم راحت بازیش، که پیشنهاد میکنم اگر هنوز وارد این بازی نشدید حتما از لینکی که براتون داخل کانال تلگرامم گذاشتم برید و واردش بشید، چون کلی پول داخل این بازی هست. حالا در ادامه ویدیو با من باشید تا بگم برای نقد کردن بازی چه کار باید انجام بدید. خب همونطور که گفتم اسپینر باید حداقل به لول 12 برسونید. حالا 12 تا 20 که لول پایانیشه، هر چقدر بالاتر میتونید با قیمت بالاتری بفروشیدش. خب این از روند بازی و بالاخره نحوه انجام تسک ها و اینجور چیزا. حالا با هم دیگه میریم سراغ کار اصلی، یعنی نقد کردن بازی. بریم تو گوشی، سریع بهت بگم چیکار کنی تا بازی رو بتونی به پول تبدیلش کنی. خب دوستان، برای نقد کردن وارد بازی
اسپینر میشیم و از سربرگ شف میایم پایین و گزینه کانورت تو NFT هست و میبینید که یک مقدار ارز تون هم برای فی شبکه از ما میخواد. خب ما اون گزینه رو که بزنیم هدایت میشیم داخل تون کیپر و مقداری که معین کرده رو ما تراکنشش رو تایید میکنیم و منتظر میمونیم تا تراکنشمون تایید بشه. تایید شد و حالا برمیگردیم به ربات تلگرامی اسپینر و منتظر میشیم تا بله اون بالا میبینید که تیک تاییدش هم خورد و این پایین در میبینید که نوشته که کانورتینگ، یعنی در حال تراکنش. دوستان بعد از مدت حدوداً 12 ساعت اسپینر من تبدیل به NFT شد. حالا میریم تا اونو ببینیم چطوری میتونیم بفروشیمش. وارد ربات میشیم و منتظر میشم تا بیاد بالا. دوباره بخش شف میام این کمی پایین تر و میبینم که بله اینجا میبینید که نوشته برای من یه NFT اینجا هست، یعنی اسپینرم الان دیگه تبدیل به NFT شده. حالا داخل بخش ولت هم که بشم عکس اسپینرم به صورت NFT وجود داره، یعنی عملیات قبلیمون با موفقیت انجام شده. حالا میریم برای فروشش. روی این به علاوه زدم از بخش شف و وارد سایت Get James میشم. این بالا دوستان سمت راست، اگر من الان وارد سایت شدم، شما اگر بار اول وارد بشید کافیه رو اون بالا کلیک کنید و وارد سایت بشید، چیز خاصی نداره. خب چیزی که جالب هست دوستان اینجا داخل سایت گت جیمز، اسپینر رو میبینید که با چه قیمت‌های فضایی گذاشتن برای فروش، یعنی 100 میلیون تن، یه قیمت خیلی عجیب و غریبی میشه بچه‌ها. حالا بذارید یه خورده قیمت‌های دیگه هم ببینیم. با لول‌های مختلف قیمت‌های حالا دل بخواهی گذاشتن دیگه. حالا شاید هم یکی اومد خرید این قیمت، یعنی یه دونه از اینا رو با این قیمت بتونین بفروشین هیچی دیگه. 100 میلیون تن خیلی قیمت خیلی بالاییه. میبینید مثلا الان این اسپینر لول 19 هست و با قیمت 100 میلیون تن گذاشته برای فروش. حالا خدا رو چه دیدید، شاید یک نفرم خرید این قیمت. ولی خب قیمت منطقی اگر واقعا میخواید بفروشید و تبدیلش کنید به پول نقد، بهتره قیمت منطقی بذارید بچه ها. حالا برمیگردیم یه چند تا قیمتی که بالاخره منطقی تر هست و گذاشتن رو هم با هم دیگه میبینیم. بریم پایین تر ببینیم قیمت های ارزون تر چجوری هست. خودتونم میتونید بچه ها برید قشنگ ببینید دیگه. یه قیمت های حالا هم فضایی گذاشتن هم قیمت های پایین. یکی از هم که قیمت خیلی پایین گذاشته که سریعتر حالا به فروش بره. من یکی از اینا رو هم بذارید باز کنم بچه ها ببینید لولش رو. خب اینجا دوستان مثلا این اسپینر که با قیمت 101 تن به فروش گذاشته، ببینیم لولش چند هست. لولش 19 هست دوستان. یعنی شما فکر میکنم همین هولوش قیمتی اگر بذارید میتونید به راحتی بفروشیدش. این سایت جوری است که برای مزایده، برای فروش میذارید اسپینرتون رو و یک نفر میاد میخره. خیلی بچه‌ها خیلی هم این کار میکنن، مثلا میان یک لول 12 رو میخرن، خودشون ارتقاش میدن، باز میان لول 20 که شد میفروشنش. خب من وارد اکانت خودم شدم و میبینید من 2 تا NFT دارم. یک دونه NFT اسپینر بود، یه دونه هم برای بازی پیکسل ورس بود که فعلا نمیشد بفروشیم. خب من NFT خودم رو میبینید یک لول 20 هستم،
این پایین حالا مشخصات چیز خاص دیگه ای نداره. این گزینه آبی رو بچه ها میبینید که نوشته قرار دادن برای به هر حال فروش. من روش زدم و همین گزینه اول میتونم قیمتی که مد نظرم هست رو براش تعیین کنم. خب من حالا مثلا یه قیمتی میذارم براش دیگه، ببینیم چه جوری هست. هر قیمتی که بذارید بچه 2 تا فی ازتون کم میکنه. مثلا الان من اینجا این قیمت گذاشتم 190 تن، میبینید که 2 تا فی ازم کم میکنه، یه دونه سایت کم میکنه، یه دونه برای تراکنش. مثلا الان من 200 تن گذاشتم، نهایتا اگه بفروشمش 160 تن دست منو میگیره که بازم خیلی مبلغ قابل توجهی هست. و حالا مشخصش کردم. این پایین میبینید 71 صدم تن فی شبکه میخواد و با دکمه آبی اگر بزنم منو هدایتم میکنه به تن کیپر و میتونم با پرداخت فی شبکه همون 71 صدم تن که البته چیز خاصی هم نیست تراکنشش رو تایید کنم و اینطوری دیگه توی سایت قرار میگیره برای فروش. بذارید حالا من این رو هم تاییدش انجام بدم. یه خورده سرعت نت هم پایین هست بچه ها. بله اینجا ازم میپرسه که تایید میکنی یا نه. میبینید که عکس اسپینر هم اومده و با اسکرول کردن این بخش آبی به سمت راست تایید تراکنش رو من انجام میدم. منتظر میشم تا تایید بشه. بله تراکنش با موفقیت انجام شد و حالا تراکنش رو خود سایت هم چک میکنه. حالا بستگی به سرعت اینترنتتون هم داره بچه ها. من الان یه خورده سرعت اینترنتم تو این ساعت پایینه و بله میبینید که با موفقیت انجام شد و با قیمت 200 تن من این رو داخل سایت قرارش دادم. حالا من نمیگم این قیمت بذارید بچه ها، هر قیمتی که حالا به ذهن خودتون رسید. شما اصلا 100 میلیون تن بذار یا 10 تا تن بذار، کاملا دست خودتونه و اینطوریه که دوستان میتونید این اسپینرتون رو بعد از اینکه تبدیل به NFT کردید داخل سایت GetGems برای فروش قرار بدید. با هم دیگه نحوه گذاشتن اسپینر داخل سایت GetGems رو لحظه به لحظه شو دیدیم و یاد گرفتیم. امیدوارم بتونید با سود خوبی بفروشیدش و ازش پول خوبی در بیارید. من در مورد بازی‌های دیگه‌ای که قرار پول بشه هم حتما ویدیو میذارم. پس چنل رو حتما سابسکرایب داشته باش، زنگوله رو هم بزن، لایک هم یادت نره. فردا یا پس فردا در مورد یک بازی دیگه که همتون هم میدونم داریدش صحبت میکنیم و نحوه نقد کردن اونم با هم دیگه میبینیم. در ضمن یادتون نره عضو کانال تلگرام من هم بشید که آدرسش رو اینجا میذارم. میتونید اگر اسپینر رو ندارید یا بعضی از این بازی معتبر رو که به هر حال شاید هنوز عضوش نشدید برید از اونجا عضوش بشید تا این بازی‌های معتبری که میگم رو از دست ندید. همونطور که گفتم من جواد اصغری ام، اینجا هم کانال خودتونه. تا یک ویدیوی دیگه خداحافظ.